دیگه مولا نبود. تو پشتی مولا بگرد، از مولا دلیل طلب کو، از مولا پرسون کو کدام مولای بی غیرت این فتوا را داده میتونه که 2 نفر مرد در قد زنا بره، از عروس پرسون کنه، امیر برای ما فتوا بده. در کدام کتاب است؟ کدام تسلیمی به دین الله متعال است؟ چرا ما همیشه دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله نمیگیریم، دلیل از مولای خود میگیریم؟ ما امروز مولای داریم که در صف امریکا استاد است، ما امروز مولای داریم که نعوذ بالله فتوا میده امریکای بمبارد میکنه سوریه، روسا بمبارد میکنه او را، خب میگه فیسبوک ها را سعی کنه. مردمی را داریم بی غیرتا چپلوسای دنیای کفر، و توری مولا را ما داریم. مولا تا مولا مولایی که از کتاب الله بگویه. قرآن برد میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر اهل قرآن میگه